اگه تا آخر ویدیو رو نگاه کنی میتونی مثل من که به اینترنت ایران متصلم و هیچ VPNی رو استفاده نمی کنم با بالاترین سرعت ممکن وارد یوتیوب بشی، ویدیوهای 4K رو هم حتی بتونی نگاه کنی. این روش برای اکثر سایت‌های فیلتر قابل جوابگو و پاسخگو است. بچه‌های فرید تک تیوی دمتون گرم، مثل همیشه دارید حمایت میکنید. خوش اومدید به این ویدیو. بهای دیدن این ویدیو هیچ چیزی جز این که چنل فرید تک تیوی رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید نیست و به جز اون خیلی خوشحال میشم من که دارم این ویدیو رو رایگان منتشر میکنم. ویدیویی که دارید میبینید رو حتما لایک کنید و توی بخش کامنت ها این خیلی مهمه که بنویسید چه اینترنتی دارید و آیا این روش روی اینترنت شما کار کرد یا نه. مرسی از اینکه حمایت میکنید و به یادمون هستید. به رسیدیم به اصل مطلب. این چنل منه، آیدیشو یاد داشته باش، توی کپشنم برات نوشتم. این فایل رو باید دانلود کنی اما ازش استفاده نکن تا زمانی که کارهایی رو که بهت میگم انجام میدی و جوابی نمیگیری. اگر جوابی نگرفتی اینم آموزش همون فایله، یعنی همون فایل بالاست. اگه جواب نگرفتی یک بار این فایل رو اجرا کن، آموزش رو ببین و دوباره روشی که بهت گفتم و ادامه بده. برای یه سری از سیستم ها هم نرم افزار VTuray NG رو من میذارم توی همین کانال تلگرام. اگه بنویسی فرید تک تیوی میاد بالا برات. وارد اون کانال بشو، اون فایل VTuray رو هم دانلود بکن حتما، اما نصب نکن. اگر جواب نداد مراحل نصب VTuray رو هم برو جلو. اینجوری احتمال این که روشی که بهت میگم جواب بده بیشتر میشه. فقط کافیه که نصبش کنی، کار بیشتری لازم نیست انجام بدی. خب روی محیط ویندوز لوگوی ویندوز و کلید R رو فشار بده تا این محیط راند باز بشه. اینجا کافیه که بنویسی ncpa.cpl و اوکی رو بزن. چند تا شبکه واسط ساخته شده. یکیش وای فای هست که مثل من اگر داشته باشی و یکیش هم کابلیه. اگر وای فای داری تو قسمت وای فای اون مراحل رو برو و اگر کابلی هم داری وارد این بخش کابلی شکل و اترنت بشو. من چون شبکه کابلی دارم شبکه کابلی ما باز میکنم، دوتا کلیک روش زدم، پراپرتیز رو وارد میشم، IPv4 رو نگاه کن، وارد این قسمت میشم. مهم نیست ویندوزت 7, 8, 10, 8 و 1 باشه، تمام این مراحل توی اونها ثابته. اینجا توی این قسمت ما DNS داریم. من یه DNS رو بهت میگم که اون رو باید ست کنی. روش ست کردنش هم به این شکلی که این use the following DNS server address رو میزنی. این DNS رو به این شکل پر میکنی 78 157 42 100. DNS پایینی هم به این شکل 78 157 42 101. اوکی رو بزن. نه نیازی به خاموش کردن داری، نه هیچ کار دیگه ای. حالا خیلی سریع وارد یوتیوبت بشو و اونو تست کن. حتما اگه تا اینجا رسیدی و برات کار کرد توی کامنت ها حتما بنویس که اینترنت چی بوده و آیا این روش برات کار کرد یا نه، کار کرد یا کار نکرد. و این هم خیلی مهمه که ویدیو رو لایک کنی و شیر کنی تا تمام افرادی که نیازمند این روش هستن بتونن این رو پیدا کنن. اگه به هر دلیلی روش برات جواب نداد نگران نباش. اون فایلی که گفتم دانلود کن رو دانلود کن، مراحل آموزش اون رو جلو برو و اگر اون هم جواب نداد بیا فایل ویتوری که توی کانال تلگرام همونجا هست رو دانلود کن و اون رو یه ستاپ اینستال بزن تا شورتکاتش ایجاد بشه. ممنونم از اینکه به رشد کانال و پیشرفت خودتون و خودمون اهمیت میدید. مرسی.